تحت عنوان نکی بیکار که از طرف تشکیلات خیریوی مظفر به راه مانده شده است، امروز در شهر دوشنبه فروش گلها و نمایش گلها تشکیل کرده شد و تمام مبلغ‌هایی که جمع آوری می شود به بیماران گرفتار سرطان خرج خواهد شد. هر یک زن باید خودش مواظب سلامتی خودش باشد، سری وقت به طبیبان مراجعت کند. چنین بیماری هست که خیلی دیر میتواند سیمتوم‌های خودش رو مثلا آشکار کند. برای همین ما زنها رو به آن دعوت می‌نماییم که سری وقت از تشخیص گذرند، مواظب سلامتی خودشان باشند و در حال پیدا شدن همین بیماری به دکتران سری وقت مراجعت کنند و سری وقت طبابت گیرند. نمایشگاه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان گذرانیده شده دوستداران گل و رستنی را به هم جمع آوردند. Ну и сегодняшняя выставка – это одно из мероприятий, которые мы решили посетить. Почему мы это делаем? Потому что мы хотим быть в курсе всех событий, которые происходят в нашем городе, и потому что у нас задача – активный образ жизни. چی طور با گل مناسبت نمودند؟ نگاهبینی آنها درس‌های عملی گذرانیده شده است. تمام گوشه و کنار دوشنبه دوستداران گل و رستنی برای تماشا آمده از زیبایی گل‌ها دیدن نمودند. Я хотела бы просто выразить свою благодарность всем тем, кто участвует в этой благотворительной акции. И, конечно же, хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, потому что здоровая женщина, здоровая нация. مقصد چاره‌بینی مبادله تجربه بین گلپروران بوده. همچنین دانش‌های خود را عاید به گلپروری و نباتات برای دوستداران گل اظهار نمودن است و صف انسان‌های نکوکار را زیاد نمودن است. وقتی ما رو دعوت نمودن ما با یک خوشحالی به اینجا آمدیم، چون که مبلغ‌های به دست آمده برای زنانی که بیماری سرطان دارند روانه می شود و این بسیار کار خوب، اقدام خوب است. خدا کند که صف چنین اقدام‌ها و چنین جمع‌آمدها و چنین برنامه‌ها و محفل‌ها برای زن‌ها بیشتر شود. با این اقدام تشکیل کنندگان می‌خواهند مناسبت احتیاطکارانه به محیط زیست، اشتراک فعال در کبودیزارکنی و ترنم زیباپرستی را بین مردم زیاد نمایند. فوند خیریوی مظفر واسطه است در سمت کارهای خیر و نیکوکاری که برای بهتر نمودن غایه‌های انسان پروری تشکیل شده است و برای کم کردن بیماری سرطان در بین اهالی سهم گذار است. گزارشی سیده رحیمی، خبر جهان‌نما.